وأما الآن من كردستان المحتلة نستمع إلى الدكتور جمال پور کریم رئيس تحالف استقلال كردستان. اما الان از کردستان اشغالی میشنویم صحبت‌های دکتر جمال پور کریم رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان. بفرمایید آقای پور کریم. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. البته ابتدا جا داره که مثل هر دفعه در واقع عذرخواهی بکنم از ملتم و بقیه ملل تحت اشغال ایران که متاسفانه برای اینکه یک زبان ارتباطی را به کار بگیریم متاسفانه از زبان فارسی استفاده می کنم که برای من کرد و شمای ملل غیر فارس زبان شکنجه، سرکوب و کشت و کشتار بوده است. دوستان و همرزمان در جبهه دموکراتیک و شعبی الاهوازی، ملت مبارز عرب در الاهواز، نزدیک به 100 سال است که خاک الاهواز از سوی اشغالگران ایرانی اشغال شده و استعمارگر ایرانی خون و خاک و منابع این سرزمین را به غارت و چپاول میبرد. ملت عرب در عربستان تحت اشغال ایران در نتیجه این تحمیل قیام‌های گسترده‌ای از گذشته تا کنون برپا کرده است و تا کنون این قیام و مبارزات ادامه دارد و هزاران نفر در این راه جان خود را از دست دادند و قربانی شدند. مبارزات ملی خواهانه که گاهن در قالب استقلال خواهی و گاهن در قالب فدرالیسم و گاه در قالب اتونومی خواهی انجام شده است، همواره از سوی مرکز و مرکز نشینان مورد حمله، فتوا، کشتار و قتل و غم قرار گرفته است. علت اصلی عدم تن دادن فارسستان که نمایندگی ایران را عهده‌دار است به حقوق طبیعی و ملی و اساسی ملت‌های غیر فارس را شاید بتوان در مسئله ژئوپلیتیک ایران که ساخته شده با مرزها و جغرافیای جعلی است پیدا نمود. فارسستان منطقه‌ای عاری از آب، منابع طبیعی و زیرزمینی کافی، فارغ از بایستگی‌های لازم برای زندگی آنها که این موارد را در کردستان و الاهواز و آذربایجان و بلوچستان جسته و غصب نموده اند. منابع آبی و بندرگاه‌ها و نفت الاهواز و منابع زیرزمینی از ملزومات پایداری و بقای فارسستان یا همان ایران است. از این رو هر نوع حق‌خواهی را با شدیدترین، متوحشترین و نامتمدنانه ترین شیوه سرکوب می کنند. ملل غیر فارس همواره قربانی بودند. جنگ دو رژیم اشغالگر عراق و ایران نمونه‌ای از این مسئله است. جنگ الاهواز و چند منطقه دیگر را کاملا نابود نمود، از محیط زیست آن گرفته تا مردمانش. اما خمینی همواره فریاد زد که جنگ نعمت الهی است. اما آنگاه که تهران و فارسستان مورد هجوم قرار گرفت، به قول خودشان جام زهر را سر کشید و به قطعنامه سازمان ملل تن در داد. صد البته که فردای آن روز دیگر ملل را تحت اتهام جنایت، خیانت و وطن فروشی قتل عام نمودند. وطنی که تاکنون برای ملل غیر فارس نتیجه‌ای جز کشتار، ژنوسید و قتل عام و غارت در پی نداشته است. ما به عنوان ملت کرد و شما به عنوان ملت عرب الاهوازی و دیگر ملل غیر فارس
تمامی روش‌های مدرن و موجود را هم با این رژیم و هم با رژیم شاهنشاهی و هم قبل از آن با قاجارها و غیره آزموده ایم. نتیجه این است که راهی برای مدارا با این تفکر فاشیستی در دست نیست. هر راهی را که بخواهیم بیازماییم به ناکجا آباد ختم خواهد شد و آزموده را آزمودن خطاست و تنها عایدی ما ائتلاف زمان و خونمان است که به نابودی بیشتر محیط زیست، فرهنگ و تاریخ و تمدن ما و در نتیجه اسیمیلاسیون کامل ما منجر خواهد شد که کلید آن را رضاخان در انقلاب سفید خود زده و جمهوری اسلامی نیز عیناً همان سیاست را البته با سیاق دیگری دنبال می کند. در نتیجه تنها راه ما ملل غیر فارس اندیشیدن به استقلال و فعالیت کامل و جدی در راه آن است. مهم نیست که شرایط تا چه حد مهیاست یا جهان خارج چه می‌خواهد یا فارس‌ها چه قولهای آبکی به ما می‌دهند. مهم این است که ما عزممان را جزم کرده ایم که خودمان با دستان خود سرنوشت خود را تعیین بکنیم و تا رهایی از استبداد و اشغالگری به مبارزه برحقمان پایبند خواهیم بود و تا رسیدن به استقلال آزادی از هیچ روش و شیوه دفاع از خود چه مسلحانه چه مدنی و سیاسی دست بر نخواهیم داشت. همرزمان مبارزم در جبهه دموکراتیک خلق الاهواز، ما به عنوان همپیمانی استقلال طلبان کردستان یک بار دیگر ضمن تبریک و شادباش 32مین سالگرد تأسیس جبهه دموکراتیک خلق الاهواز و ارج نهادن به بیش از 3 دهه مبارزات اعلام می‌داریم که به دلیل وجود درد مشترک و دشمن مشترک لازم و ضروری است تا در صفوفی منسجم و متحد در کنار همدیگر دوشادوش به مبارزه علیه اشغالگر ایرانی بپردازیم. با تشکر. والآن عندنا مشاركة أو طرح سؤال من أحد الأخوة والتي هو السيد رستم الماسي من قيادات الائتلاف المطالبين باستقلال كردستان. اما الان جناب آقای رستم الماسی خواستار طرح سوالی از آقای ابوشریف هستند که ایشان از رهبران همپیمانی استقلال طلبان کردستان میباشند. بفرمایید آقای الماسی. رفقای عزیز، سلام و خسته نباشید، شب همگی بخیر. از این که به فارسی صحبت میکنم واقعا باید بگم متاسفم که این زبان تحمیل شده را باید بپذیریم همگی ما که نمیتونیم با یه زبان مشترک با هم صحبت کنیم که این جای افسوس است، داغ و افسوس است. به هر حال از این که ما رو دعوت کردی به این کنفرانس خودتون، ما واقعا از ته قلب خوشحال هستیم و تبریک این 32 ساله عمر شما رو بهتون تبریک میگیم و امیدوارم که روزی ما بتونیم کنار هم این جشن همبستگی و یک پارچگی رو جشن بگیریم در سرزمین مادری خود. من به عنوان که از رهبران استقلال طلبی کردستان اینجا هستم که خوشبختانه رفیق محترم ما آقای دکتر جمال پورکریم پیام خوند که واقعا پیامی بود که از صمیم قلب ما خواستار این بودیم و خوشحال هستیم که امروز این فرصت رو پیش اومده که بتونیم کنار هم باشیم. هر یک از دوستای گرامی رفقای عزیز ما سخنان رو بیان کردن که خوشبختانه کاملا حرف ما هم هست، مال سخنان ما هم هست. اینو واقعا خودمونو در این مسیر دوست و همپیمان و همفکر میدونیم در این مسیر. به هر حال
استقلال طلبی هر کدوم از ما جای افتخار هست که بعد از سال طولانی که ما خون دادیم، مبارزه کردیم، عمر رو دادیم، زندان رو کشیدیم، واسه از بین بردن این ظلم و ستم چندگانه که به هر یک از ما شده در مملکتی که به زور سرنیزه یا به زور زمان و هم گره خورده و متاسفانه تا به حال امروز ادامه داشته این جنساید فرهنگی و ملی و مذهبی و هر چیزی که شما میخواین اسم ازش ببرید. واقعا رژیم از اینها دریغ نکرده و کوتاه نیامده. تا به حال زندانهای این رژیم کاملا شاهد این همه ظلم و زور و بیدادگری هست در مملکتی که ما در اونجا داریم زندگی میکنیم. به هر حال سلاحی که ما رو میتونه برنده این خواب و یا این آرزو بکنه اینه که باید با هم متحد باشیم، با هم ائتلاف قوی داشته باشیم که بتونیم در این گرداب سیاسی که امروز متاسفانه دامنگیر خیلی از احزاب سیاسی و اپوزیسیون ایرانی شده ما رو نجات بده از این سردرگمی. و ما واقعا به همدیگه نیاز داریم و بدون همدیگر هم موافقیت خیلی خیلی دور و سخت هست. این یه واقعیت هست، ولی اگر چنانچه تلخ هست ما باید از اون غرور سیاسی و انفرادی فکر کردن کاملا صرف نظر کرده باشیم و بتونیم در یه ائتلاف فراگیر و جامع بتونیم در کنار هم باشیم. بالاخره این یه حکم طبیعی هست که باید ما همدیگر رو بپذیریم و عنوان اپوزیسیون یا به عنوان احزاب سیاسی همدیگر رو باید بپذیریم.